اعطای نمایندگی و اختیارات پیگیری. این جانب ارجنگ داوودی فرزند میرزا ولی متولد 18 شهریور 1336 برابر با 10 اکتبر 1957 میلادی، دارای شناسنامه ایرانی شماره 1593 و کارت ملی ایران 18 17 94 29 13، ساکن ایران، اصفهان، شهر بهارستان، اردیبهشت شرقی، خیابان مهتاب 10، پلاک 601، کد پستی 81 44 18 56 19. به موجب این سند آقای اکبر امیرزاده ایرانی با نام اختصاری الکس سین، متولد 23 آگوست 1969، فرزند محمود، ساکن ایالات متحده آمریکا، ایالت ویرجینیا، شهرستان فیرفکس را به عنوان نماینده تامل اختیار خود معرفی و منصوب می نمایم تا از جانب این جانب و در حدود اختیارات مندرج در این سند کلیه امور مربوط به پیگیری وضعیت، مطالبات، شکایات، اطلاع رسانی، دفاع از حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری این جانب را نزد مراجع، سازمان‌ها، نهادها، دفاتر، نمایندگی‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط تا حصول نتیجه پیگیری نماید. معرفی و اعلام وضعیت این جانب بدین وسیله اعلام می‌نمایم این جانب ارجنگ داوودی، معلم، نویسنده، شاعر و نویسنده مانیفست حکومت پس از جمهوری اسلامی، دبیرکل جنبش آزادی ایرانیان، نظام وکیل جمهوری، فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک و مدیریت صنعتی از دانشگاه تگزاس آمریکا و از قدیمی ترین و با سابقه ترین زندانیان سیاسی تاریخ معاصر ایران هستم که نزدیک به 20 سال از عمر خود را بدون حتی یک روز مرخصی در سخت‌ترین شرایط زندان و تبعیدگاه‌های جمهوری اسلامی به سر بردم. برای یک شبکه کانادایی در ساخت فیلم مستند افشاگرانه ایران ممنوع، ایران فوربیدن، مشارکت داشتم. کارگردان این فیلم مستند سرکار خانم جین کوکان اهل کانادا هستند. حدود اختیارات نماینده: الف، پیگیری، گردآوری، تنظیم و ارائه اسناد، مدارک، گزارش‌ها، شهادت‌ها، مکاتبات و مستندات مربوط به وضعیت این جانب. ب، تهیه، تنظیم و آغاز شکایت، گزارش، درخواست رسیدگی، مکاتبه و پیگیری در دادگاه‌ها و مراجع بین‌المللی، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و سایر سازمان‌ها، نهادها، دفاتر یا نمایندگی‌های حقوق بشری در ایالات متحده آمریکا و خارج از آن، سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل، امنستی اینترنشنال. پیگیری وضعیت سیاسی، اجتماعی، جسمی، امنیتی و حقوقی این جانب نزد سازمان‌های حقوق بشری، رسانه‌ها، نهادهای مدنی، مراجع بین‌المللی و مقامات ذی‌ربط. انجام مصاحبه، اطلاع رسانی، انتشار اسناد، ارائه گزارش، اعلام اخبار و توضیح وضعیت این جانب به خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در چارچوب منافع، امنیت، کرامت و حقوق این جانب. 3. ایجاد ارتباط و مکاتبه با سنا، کنگره، دولت ایالات متحده